به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم هر کجا که هستی حال دلت عالی باشه. این قسمت 18 از خوانش کتاب انسان در جستجوی معنا اثر دکتر ویکتور فرانکل هستش. طبق رسم همیشه یک خلاصه ای از مطالبی که تا الان گفته شد رو عرض میکنم. کتاب انسان در جستجوی معنا در 3 بخش رو ما تقسیم بندی کردیم. بخش اول مربوط به تجربیات فرانکل در اردوگاه کار اجباری بوده و همینطور در خصوص تجربه تراژدی صحبت کرده. از نظر فرانکل هر فردی که با تراژدی روبرو میشه 3 مرحله رو ممکنه بگذرونه. مرحله اول مرحله شوک هستش، مرحله دوم مرحله پذیرش، مرحله‌ای که سعی میکنه با شرایط اخت بشه و مرحله سوم مرحله‌ای هستش که شخص سعی داره تا بعد از عبور از اون بحران و گذشتن اون تراژدی به زندگی عادیش برگرده. توی بخش دوم کتاب یعنی لوگوتراپی یا معنادرمانی برای راحت‌تر متوجه شدن مطالب این رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول مقدمات هست که شامل معنادرمانی به طور خلاصه، اراده معطوف به معنا، ناکامی وجودی، نودینامیک و خلأ وجودی میشد. معنادرمانی به طور خلاصه رو فرانکل در خصوص ریشه لوگوتراپی صحبت میکنه، در خصوص نحوه خلاصه کردن این کتاب و گنجوندن مطالب لوگوتراپی توی این بخش از کتاب صحبت میکنه. در مورد اراده معطوف به معنا صحبت میکنه. اراده رو در واقع معنا رو میل یا انگیزه اولیه برای زندگی شخص میدونه و برای اثبات این حرفش از آزمایش هایی که انجام شده و نظرسنجی هایی که برگزار شده هم توسط خودش و هم توسط بقیه استفاده میکنه. توی قدم بعدی به ناکامی وجودی میپردازه که شخص رو در واقع در مسیر پیدا کردن، اگر شخص در مسیر پیدا کردن معناش به درهای بسته‌ای برخورد کنه، این شخص دچار یک سری ناکامی ها میشه و یک سری در واقع سرخوردگی ها میشه. اگر این ناکامی ها به کرات تکرار بشن، فرد وارد خلأ وجودی میشه. خلأ وجودی جایی هست که شخص از دست یافتن و مسیر دستیابی معنا دست کشیده و در اون خلأ سعی میکنه تا این حفره معنا رو با چیزهای غیر از معنا پر کنه. توی قدم بعدی در خصوص نودینامیک صحبت میکنه. میگه که اگر فردی بتونه معناش رو پیدا بکنه، یعنی این حفره درونیش رو پر کنه، دچار یک انگیزه این میشه که این انگیزه ناشی از همون معنا هست و به خاطر همین انگیزه ناشی از معنا رو یا نودینامیک رو، یعنی پویایی معطوف از معنا رو نامگذاری میکنه. توی بخش دوم یا قسمت دوم لوگوتراپی فرانکل به معنا میپردازه. در مورد معنای زندگی صحبت میکنه که معنای زندگی هر شخصی با شخص دیگه متفاوته و از طرفی معنای زندگی هر شخص در هر لحظه با لحظات دیگر زندگی اون شخص متفاوته. در خصوص جوهر وجود صحبت میکنه. فرانکل میگه اگر یک زندگی دیگری به داده میشد چه کارهایی رو انجام میدادی و چه کارهایی رو انجام نمیدادی. و در قسمت بعد به 3 راه ساختن معنا یا به 3 راه رسیدن به معنا میپردازه. فرانکل این 3 تا راه رو یا 3 راه ساختن معنا رو در کار، عشق و رنج می‌بینیم که به تفصیل در موردشون صحبت کردیم و بعد رفتیم به سراغ توضیحات بیشتر لوگوتراپی. در خصوص مسائل فرابالینی صحبت کردیم که گفتیم از نظر فرانکل مسائلی که امروز ذهن انسان قرن 20 و همچنین در حال حاضر انسان قرن 21 رو درگیر کرده مسائلی فرابالینی هستند. یعنی مشکلاتی که یا مسائلی که ذهن انسان امروزی رو درگیر کرده مسائلی مثل آزادی، مثل پوچی، مثل تنهایی، مثل مرگ،
و غیره هستند. فرانکل از یک تکنیک استفاده میکنه به نام نمایش معناگرایانه. این تکنیک باعث میشه که شما بهتر بتونید یک نگرش کلی‌تری نسبت به زندگیتون داشته باشید و به تفصیل هم این رو در موردش صحبت کردیم. فرانکل در مورد معنای فراتر میپردازه و صحبت میکنه. از نظر فرانکل چون آدم مذهبی هست و این کتاب تحت تاثیر عقاید مذهبی کمی هم قرار گرفته، در خصوص معنای فراتر صحبت میکنه. میگه شاید درک معنا در حیطه در واقع توانایی‌های انسان نیست، اما نقدی که بهش هست این هستش که چجوری ممکنه ما سوال رو بتونیم از معنا مطرح کنیم و بپرسیم که معنا چیست، اما نتونیم که بپذیریم یا درک کنیم که معنا چجوری میتونه باشه. شاید بهتره که بگیم الان بهش نرسیدیم. شاید پرسش از معنا، نمیدونم، شاید سوال بازپاسخی باشه، اما همونطور که در گذشته ما فکر نمی کردیم که بتونیم مثلا میگم پشت ماه رو ببینیم و اینکه پشت ماه چیه شاید برای انسان 100 سال پیش هم سوال بوده باشه و این رو به عنوان یک سوال انگار بازپاسخ در نظر می گرفتن، انگار جوابی نداره. حالا فرض کنیم به عقب‌تر هم برگرد. اما در هر صورت فرانکل به معنای فراتر می‌پردازه، اینکه شاید درک معنا و یافتن معنا در حیطه اختیارات انسان نیست. در قدم بعدی به ناپایداری زندگی می‌پردازه. از نظر فرانکل زندگی ذاتاً ناپایداره، اما ما میتونیم با کارهایی که انجام میدیم، با مسئولیت‌هایی که به سرانجام میرسونیم، این ناپایداری‌ها رو تبدیل به پایداری کنیم. از نظر فرانکل این ناپایداری‌ها نقاط ضعف نیستن، بلکه پتانسیل‌هایی هستند که برای تحقق بخشیدن به زندگی، برای حل کردن چالش زندگی به کار میرن. فرانکل در قدم بعدی به معنا درمانی به مثابه یک فن میپردازه. این یکی از در واقع سنگین‌ترین بخش‌های کتاب و جالب‌ترین بخش‌های کتاب هم بوده. فرانکل برای درمان روان رنجوری‌های انسان، مخصوصا اونهایی که یک اضطراب پیشایندی دارن، یک تکنیک ارائه میده. در کل میخواد در این بخش به این بپردازه که معنا درمانی خاصیت در واقع درمانی داره، روان درمانی داره و به عنوان یک شیوه درمانی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مثالی هم که میزنه برای دو نوع در واقع بیماری هستش. یکی بیماری اضطراب پیشایندی که فرد بابت بالفرض اتفاق افتادن یک موضوع میگیره، که فرانکل راهکاری که ارائه میده این هستش که ما بذاریم اتفاق بیفته و از یک روش خاصی به نام در واقع طنز سازی و بازی با اون در واقع ترس استفاده کنیم تا بتونیم به اون اتفاقی که میترسیم رقم بخوره غلبه کنیم. و از طرفی یک سری روانرنجوری هستن که ما میترسیم که اتفاق نیفتن و فرانکل برای این هم یک درمانی داره و میگه که ما میتونیم با تغییر نگرشمون و تغییر جهت انرژی های ذهنیمون به یک موضوع بالاتر، مسئله‌ای که ازش میترسیدیم که رخ نده رو در واقع حل کنیم. در قدم بعدی به روانرنجوری جمعی میپردازه. از نظر فرانکل هر دوره‌ای، هر برهه‌ای از تاریخ یک روانرنجوری جمعی داره و روانرنجوری انسان قرن 20 رو روانرنجوری معنایی میدونه و از طرفی به این میپردازه که خب هر در واقع درمانگری یا هر در واقع روانرنجوری جمعی یک درمانی هم داره و درمانی که در حال حاضر باید استفاده بشه این هستش که فرد یا افراد روان درمانگر نباید تحت تأثیر نیهیلیسم باشن. و در قدم بعدی به نقد جبرگرایی کامل میپردازه. از نظر فرانکل ممکنه انسان تحت تأثیر عوامل روانی، اجتماعی
و ژنتیکی قرار بگیره، اما در آخر این خود انسان هست که میتونه تعیین کنه که چه جور زندگی رو داشته باشه. در قدم بعدی فرانکل به اعتقادنامه روانپزشکیش میپردازه. از نظر فرانکل و اعتقادی که فرانکل داره این هستش که پشت هر انسانی با هر جور روان رنجوری همچنان یک انسان نهفته است و اون شأن والای انسانی رو پشت این کالبد میبینه و میگه من به جای اینکه به عنوان یک تکنیسیان که فقط میخواد مشکل فرد رو حل کنه، به شأن اون انسان نگاه میکنم و میخوام بر اساس داستانی که فرد گفته پیش برم. و از طرفی فرانکل میگه که نه، روانپزشکی که صرفاً منوط به دارو درمانی هست مناسب است و نه روانپزشکی که صرفاً به امور روانشناختی تمرکز داره یا همون روانشناس انگار مناسب هست، بلکه باید یک رویکرد دوگانه‌ای وجود داشته باشه. یعنی یک روانپزشک هم باید به بعد معنوی شخص نگاه کنه و هم به بعد جسمی شخص. همونطور که امروزه در واقع معتبرترین و مؤثرترین راه حل‌های درمانی دارو درمانی به علاوه روان درمانی هستند. و در قدم بعدی فرانکل به روانپزشکی انسانی شده میپردازه، همون چیزی که همین الان توضیح دادم. از نظر فرانکل یک شاخه روانپزشکی باید از حالت روانپزشکی که فقط به انسان به چشم یک ماشین نگاه میکنه خارج بشه و یک رویکرد انسان وار داشته باشه. اینها بخش توضیحات بیشتر از لوگوتراپی هستند و بعد این کتاب طی پیوسته 1984 فکر میکنم یا 87 به یولسن تقدیم میشه و بعد از اون ما به سراغ پیوست ها میریم. اما ماجرایی که هست این هستش که پیوست ها خودشون سنگین تر از چیزی بودن که من فکر میکردم. خب صفحه 119 صفحه اهدایی هست و 1984 به ادیس وایسکوف یولسن تقدیم میکنه و ما الان به سراغ پیوست ها میریم. پیوست ها تشکیل شده از بخش اول خوشبینی تراژیک هستن. به جرات میتونم بگم این یکی از سنگین ترین و زیباترین بخش های کتابه و من فکر نمی کردم این بیشتر از مثلا من و درمانی به مثابه یک فن بخواد توضیحات داشته باشه. اما همونطور که میبینید همین در واقع از صفحه 120 تا صفحه 146 کتاب که 26 صفحه هست حدود 114 صفحه توضیحاتش طول میکشه. خب بریم به سراغ خوشبینی تراژیک. فرانکل در پیوست‌ها از مفهومی پرده برمی‌داره به نام خوشبینی تراژیک. خوشبینی تراژیک رو یک بار از اجازه بدید. فرانکل در پیوست‌ها از خوشبینی تراژیک صحبت میکنه. ما این خوشبینی تراژیک رو یک بار از روی متن ترجمه شده غیر در واقع حرفه‌ایش میخونیم و بعد به سراغ تفسیر اون میریم و یک بار از اونجا میخونیم. پس قبل از اینکه شروع کنیم به خوانش تفسیر شدهش یک بار از اول این بند رو میخونیم یا این موضوع رو میخونیم و بعد به سراغ تفسیرش میریم. خوشبینی تراژیک.
بیایید ابتدا از خودمان بپرسیم که منظور از خوشبینی تراژیک چیست؟ به طور خلاصه این بدان معناست که فرد علیرغم سگانه تراژیک، همانطور که در لوگوتراپی نامیده می شود، خوشبین است و خوشبین میماند. سگانه این که شامل جنبه هایی از وجود انسان است که ممکن است توسط موارد زیر محدود شوند: 1. درد، 2. احساس گناه و 3. مرگ. در واقع این فصل این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان علیرغم همه اینها به زندگی بله گفت؟ چگونه؟ اگر بخواهیم این سوال را به طور متفاوتی مطرح کنیم، زندگی می‌تواند علیرغم جنبه‌های تراژیک خود، معنای بالقوه خود را حفظ کند. از این گذشته بله گفتن به زندگی علیرغم همه چیز، با استفاده از عبارتی که عنوان یک کتاب آلمانی من در آن آمده است، پیش‌فرض می‌گیرد که زندگی تحت هر شرایطی، حتی آنهایی که بسیار بدبختانه هستند، بالقوه معنادار است و این به نوبه خود ظرفیت انسان را برای تبدیل خلاقانه جنبه‌های منفی زندگی به چیزی مثبت یا سازنده پیش‌فرض می‌گیرد. به عبارت دیگر، آنچه مهم است بهترین استفاده از هر موقعیت موجود است. با این حال، بهترین آن چیزی است که در لاتین به آن بهینه می‌گویند. به همین دلیل است که من از خوشبینی تراژیک صحبت می‌کنم، یعنی خوشبینی در مواجهه با تراژدی و با توجه به پتانسیل انسانی که در بهترین حالت خود همیشه موارد زیر را ممکن می‌سازد. 1. تبدیل رنج به یک دستاورد و کمال انسانی. 2. استخراج فرصت از گناه برای تغییر خود به سمت بهتر. و 3. استخراج انگیزه‌ای برای انجام اقدامات مسئولانه از گذرا بودن زندگی. این فصل بر اساس سخنرانی است که من در سومین کنگره جهانی لوگوتراپی آلمان غربی ژوئن 1983 ارائه دادم. با این حال باید در نظر داشت که خوشبینی چیزی نیست که بتوان به آن دستور داد یا به آن دستور داد. حتی نمیتوان خود را مجبور به خوشبین بودن کرد. حتی نمیتوان خود را مجبور کرد که بیچون و چرا، برخلاف همه احتمالات، برخلاف همه امیدها، خوشبین باشد. و آنچه در مورد امید صادق است، در مورد دو جزء دیگر این سگانه نیز صادق است، زیرا ایمان و عشق را نمیتوان به هیچ کدام دستور داد یا تحمیل کرد. خب، این فعلا تا اینجا، همین یک صفحه‌ای که خوندم فکر میکنم حداقل نیم ساعت صحبت میخواد. و باز هم میگم این بخش از کتاب دیدگاه من رو نسبت به کل کتاب عوض کرد. چرا؟ چون من تا اینجا فکر میکردم که نتونستم معنا رو پیدا کنم، نتونستم معنا رو متوجه بشم و این کتاب رو احساس کردم که فقط یک مقدمه از معنا درمانیه، خیلی خواسته جمع و جور صحبت کنه و نکات کلیدی رو نگفته و غیره. اما وقتی این بخش از کتاب رو خوندم، راستیتش یک سری چیزهایی گفت که اصلا دیدگاه منو تغییر داد. مثلا مثل همین دیدگاه که نمیتونیم خودمون رو مجبور کنیم به ایمان، عشق، خوشبین بودن و اینا محصول بای پروداکت هستند، یعنی ناخودآگاه تولید میشن و غیر ارادی ایجاد میشن. و از طرفی یاد این افتادم که فرانکل در مورد آقای جی صحبت میکرد که ایشون رو یکی از در واقع دکترهایی که از کارش انگار لذت میبرد برای در واقع نابودی حالا یهودی ها، و ایشون در بعد از در واقع نابودی آلمان اسیر میشه توی یکی از زندانهای روسیه و اونجا کلا یک شخصیت دیگه رو از خودش رو میکنه و فرانکل یک جمله رو میگه که بسیار ماندگاره و میگه که هیچ موقع نمیتونیم زندگی یک شخص رو در واقع قضاوت کنیم مگر اینکه کل زندگیش رو دیده باشیم و یا مثلا کل داستان زندگیش رو دیده باشیم، یعنی هم از الان و هم تا آخر در واقع زندگیش.
و از طرف من اینو تأمین دادم به خود کتاب. من در مورد کتاب نمیتونم صحبت کنم، نمیتونم نظر بدم، نمیتونم قضاوت کنم مگر اینکه تا آخرش پیش رفته باشم انگار. درسته که میگن نباید زندگیت رو صرف هر کتابی بکنی، اما یک سری کتاب‌ها هستن که باید تا آخرش پیش بری تا بفهمی چی میگه. و این انگار خوشبینی تراژیک یک تیکه از پازل بود که گم شده بود و الان وقتی پیداش کردم انگار یک جلوه دیگه از کل کتاب بهم داده. با این توضیحات و مقدمات بریم سراغ خوشبینی تراژیک و تفسیر اون. خب، خوشبینی تراژیک صفحه 120 بند 1. ابتدا باید ببینیم خوشبینی تراژیک به چه معناست. به زبان ساده یعنی فرد حتی با وجود رویارویی با آنچه در معنا درمانی سگانه تراژیک زندگی نامیده می شود خوشبین باقی بماند. این سگانه سه جنبه گریزناپذیر و تلخ هستی انسان را در بر می گیرد. 1. رنج و درد. 2. احساس گناه و خطاکاری. 3. مرگ و فناپذیری. پرسش اصلی این فصل این است چگونه میتوان با وجود این سه رنج بزرگ همچنان به زندگی آری گفت؟ چگونه زندگی میتواند حتی در سایه این حقایق تلخ معنای بالقوه خود را حفظ کند؟ نمیدونم کی داری این ویدیو رو میبینی، اما چیزی که میخوام بهت بگم اینه که حرفی که الان فرانکل داره میزنه من دقیقاً هم دیروز که یک بار این ویدیو رو ضبط کردیم و هم امروز که یک بار دیگه برای اصلاحاتش داریم دوباره از اول ضبطش میکنیم، ذهنم درگیر کرده این هستش که من دارم کلی اتفاقات بد رو سراسر نه فقط کشور بلکه تو کل این جهان دارم میبینم، کل این کره خاکی دارم میبینم. از تجاوزاتی که انجام میشه، از قتل هایی که انجام میشه، از نامردی هایی که اتفاق میفته، از خشونت هایی که انجام میشه، از اینکه آدم ها نمیتونن همدیگه رو درک کنن و غیره. طیف بسیار بسیار وسیعی رو در بر گرفته و اونقدر این در واقع کثیفی، اونقدر این زشتی زیاد شده که من خودم رو انگار محصور میبینم و نمیتونم انگار کاری بکنم. انگار این دنیا رو هر کاری که بکنی باز هم کثیف باقی میمونه. و فرانکل دقیقا به همین داره اشاره میکنه و این پرسش رو مطرح میکنه که بله، چجوری میتونیم با احساس رنجی که وجود داره بابت این حجم از بیمهری ها، از این حجم از خشونت ها، از این همه نامردی هایی که اتفاق میفته، یا این احساس گناهی که من بابت این دارم که نمیتونم تغییر رو انگار رقم بزنم، و یا مسئله سوم مسئله مرگ، من چجوری میتونم با وجود این سه در واقع سگانه تراژیک زندگی با اینها زندگی کنم؟ چجوری میتونم همچنان بگم که آره میخوام زندگی کنم؟ چجوری میتونم بگم که فرانکل داره میگه که آقا ما چجوری میتونیم با وجود این همه مواردی که داریم میبینیم همچنان زندگی کنیم و خودمون رو خلاص نکنیم واسیتش؟ یعنی به نظرم بهتر بود بگه که انگار چه چیزهایی باعث میشن که ما خودمون رو خلاص نکنیم، به جای اینکه بعد ببینیم انگار باید چه کاری رو انجام بدیم که تا زندگی کنیم، باید به این فکر کنیم که ما چرا خودمون الان خلاص نمی‌کنیم. چجوری میتونیم با وجود این حجم از رنج، این حجم از احساس گناه و این حجم از ترس از مرگ بالفرض زنده بمونیم و زندگی کنیم؟ فرانکل داره این موضوع رو اینجا مطرح میکنه و این سوال مطرح میکنه و چقدر خوب آدم کتاب بخونه. میفهمه فقط خودش تنها نیست که همچین مسائلی و پرسش‌هایی رو ایجاد میکنه و مطرح میکنه. پرسش اصلی این فصل این است: چگونه میتوان با وجود این سرنج بزرگ همچنان به زندگی آری گفت؟ چگونه زندگی میتواند حتی در سایه این حقایق تلخ معنای بالقوه خود را حفظ کند؟ من چجوری میتونم با وجود این همه مصیبت ها و رنج ها و دردها باز هم زندگی کنم؟ همان گونه که در عنوان یکی از کتاب های آلمانی هم آوردم،
آری گفتن به زندگی با وجود همه چیز بله گفتن به زندگی علیرغم همه چیز تنها زمانی ممکن است که باور داشته باشیم زندگی در هر شرایطی حتی مصیبت‌بارترین آنها میتواند معنی دار باشد. این باور نیز به نوبه خود از یک قابلیت ویژه انسانی سرچشمه میگیرد و اون هم چیزی نیست جز توانایی تبدیل جنبه‌های منفی و ویرانگر زندگی به دستاوردی سازنده و مثبت. پس فرانکل تا اینجا از چند توانایی بالقوه انسان صحبت کرده. اگر خاطرتون باشه توانایی اول این هستش که آدمیزاد میتونه نسبت به کجا بود؟ مم. اینجا بود فکر کنم. آره. یکی از توانایی‌های بالقوه انسان قدرت فاصله گیری از خود و مشاهده خود از بیرون هستش. این حرف فرانکل و این جمله فرانکل یک چیز ساده نیست. یک حرف ساده‌ای که زده نیست بلکه یک واقعیت. چرا؟ چون همونطور که قبلا هم گفتیم 70,000 سال پیش وقتی که لوب پریفرونتال مغز تکامل پیدا کرد آدمیزاد تونست که در مورد خودش فکر کنه و فکر کردن در مورد خودم یعنی من به جای اینکه بیرون رو ببینم یا علاوه بر اینکه بیرون رو ببینم خودم هم دارم میبینم، خودم هم دارم حس میکنم. یک آزمایشی که مثلا خاطرم هست انجام شده بود مختصر بگم. یک اتاقی بود، یک بچه‌ای که فکر میکنم ADHD داشت، اشتباه اگر نکنم نمیدونم دقیقا ADHD داشت یک بیماری دیگه و یک سری کودک‌های دیگه که حالا سالم بودن اونجا قرار داشتن و اومدن و جلوی این دوتا بچه کبریت گذاشتن، دوتا کبریت گذاشتن. توی کبریت اول یا توی دوتا کبریت هایی که روشون گذاشتن اومدن چوب کبریت ها رو جدا کردن و توشون مثلا بالفرض دکمه گذاشتن، اینا رو بستن رفتن بیرون و یک بچه جدیدی رو آوردن. این بچه جدید نشست و رو کردن به اون دوتا کودک، یکیشون ADHD داشت فکر میکنم یکیشون هم سالم بود. گفتم به نظر شما این کودکی که اینجا نشسته اگه ازتون بپرسه توی این جعبه های چوب کبریت چی قرار داره چی جوابش میدید؟ اون کسی که سالم بود گفت میگه چوب کبریت. اوکی. اون کسی که حالا دقیق میگم بیمارش رو یادم نیست گفتش که نه این آدم میگه دکمه است توش. چرا؟ چون قابلیت این رو نداره که خودش رو بذاره جای دیگری. درست؟ پس این فاصله گیری از خود و مشاهده خود از بیرون رو ما این قابلیت رو تونستیم کسب کنیم. پس وقتی فرانکل در مورد یک توانایی بالقوه انسان صحبت میکنه یک توانایی ساده انگارانه نیست، یک توانایی واقعی هستش که در موردش توضیح میده. پس اولین توانایی فاصله گیری از خود و مشاهده خود از بیرون هست که یکی از راهاش بازی شوخ طبعانه با ترس برای غلبه به این اضطراب پیشایند از طریق نیت افراطی بوده. توانایی دومی که فرانکل معرفی کرد توانایی خودتعیینگری هستش. این توانایی رو هم فرانکل گفت در واقع علاوه بر این که انسان میتونه تحت تاثیر این عوامل زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی قرار بگیره، میتونه علاوه بر همه اینها یا فارغ از همه اینها یک مهارتی داشته باشه به نام خودتعیینگری که خودش تعیین کنه چه اتفاقاتی رو رقم بزنه. و حالا فرانکل داره در خصوص یک توانایی دیگه‌ای صحبت میکنه و اون هم توانایی تبدیل جنبه‌های منفی و ویرانگر زندگی به دستاوردی مثبت و سازنده. مشابه این توانایی رو تغییر نگاه دیگه اگر خاطرم باشه، بله،
توی معنای رنج داشتیم. توی معنای رنج انسان با تغییر نگرش یا مهارت تغییر نگرش یا توانایی بالقوه تغییر نگرش درون رنج اجتناب ناپذیرش یک کار معناداری یا یک معنایی ایجاد میکنه که میتونه این معنا فداکاری، مأموریت و غیره باشه. پس به عبارت دیگر مهم آن است که از هر موقعیت داده شده بهترین بهره را ببریم و بهترین در زبان لاتین اپتیموم خوانده می شود. از همین روز که من از خوشبینی تراژیک صحبت می کنم. خوشبینی در دل تراژدی و با تکیه بر آن ظرفیت انسانی که در اوج خودش می تواند یک، رنج را به یک پیروزی انسانی بدل کند، دو، از احساس گناه فرصتی برای بهتر شدن بیافریند، سه، و از آگاهی نسبت به مرگ حتمی انگیزه‌ای برای اقدام مسئولانه بسازد. پس انسان با استفاده از توانایی تغییر نگرشش نسبت به جنبه‌های منفی و تبدیل اونها به دستاوردی مثبت میتونه رنج رو به یک پیروزی بدل کنه، میتونه از احساس گناه فرصتی برای بهتر شدن خلق کنه و میتونه از آگاهیش نسبت به مرگ انگیزه‌ای برای اقدام مسئولانه بسازه. همونطور که یکی از اساتیدم میگفتش که خیلی از من میپرسن چرا اینقدر در مورد مرگ میخونی، فکر میکنی، تدریس میکنی؟ و من جواب میدم ما به مرگ بیشتر میاندیشیم تا بتونیم از زندگی بیشتر لذت ببریم یا زندگی رو بهتر درک. توضیحات بیشتر. صفحه 120 آغاز یکی از مهمترین و بالنده ترین بخش‌های کتاب است. همونطور که قبلا هم گفتم فرانکل در اینجا از خوشبینی آسان یا امید ساده لوحانه سخن نمیگوید. او از خوشبینی تراژیک میگوید. خوشبینی کسی که چشمهایش را بر رنج، گناه و مرگ نمیبندد اما در عین حال تسلیم آنها هم نمیشود. سگانه تراژیک فهرست بدبختی‌های بشر نیست، فهرست واقعیت‌های گریزناپذیر هستی اوست. هر انسانی در هر فرهنگ و هر عصری با رنج روبرو می‌شود، مرتکب خطا می‌شود و روزی خواهد مرد. چقدر جالب بود. فهرست واقعیت‌های گریزناپذیر هستی. هر انسانی در هر فرهنگ و هر عصری با رنج روبرو می شود، مرتکب خطا می شود و روزی خواهد مرد. پرسش فرانکل این است: آیا این واقعیت‌ها زندگی را پوش می کنند؟ پاسخ او یک نه قاطعانه است. یعنی منی که دارم رنج میبرم از وضعیت موجود، آیا این باعث میشه که من زندگی رو پوچ بدونم؟ آیا این باعث میشه که من خودم رو از زندگی جدا کنم؟ پاسخ فرانکل میگه نه. اما این نه یک انکار ساده نیست. فرانکل نمیگوید رنج وجود ندارد یا گناه وجود ندارد یا مرگ توهم است. او میگوید رنج، گناه و مرگ واقعی هستند، اما ما میتوانیم به آنها پاسخی انسانی بدهیم و همین پاسخ سرچشمه معنایی است که هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند از ما بگیرد. سه راهی که فرانکل در این صفحه ترسیم می‌کند نقشه راه خوشبینی تراژیک است. اما قبل از اون یک بار دیگه، اما ما می‌توانیم به آنها پاسخی انسانی بدهیم و همین پاسخ سرچشمه معنایی است که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند از ما بگیرد. سه راهی که فرانکل در این صفحه ترسیم می‌کند نقشه راه خوشبینی تراژیک است. رنج. اگر رنج من اجتناب ناپذیر است، می‌توانم نحوه تحمل آن را انتخاب کنم. این انتخاب خود یک انجام است، یک دستاورد. برای توضیح بیشتر تو همین معنای رنج، توی رنج اجتناب ناپذیر فرانکل گفتش که کار معنادار یا معنای ما این هستش که یک معنایی درون اون رنج ایجاد کنیم. این معنا میتونه فداکاری هایی که ما داریم برای اون رنج یا بعد از اون رنج انجام میدیم یا مأموریتی که درون اون رنج داریم باشه و اینها از طریق تغییر نگرش ما رقم میخوره. گناه. اگر مرتکب خطایی شدم میتوانم از آن درس بگیرم و انسان بهتری شوم. گناه میتواند
نقطه آغاز تحول باشد. پس اگر یک اشتباهی رو قبلا کردی یا یک اشتباهی رو الان میکنی و مرتکب خطایی شدی، دو تا راه حل داری. یا اینکه بگی من دائما در حال اشتباه کردنم و این زندگی دیگه به درد من نمیخوره، یا اینکه بیای از اون نگاه یک درسی بگیری و سعی کنی انسان بهتری بشی. و این جمله بسیار کلیدیه که گناه میتواند نقطه آغاز تحول باشد. چرا نصیحت هایی که در طول روز میبینی و میشنوی رو مینویسی؟ چرا؟ چون میخوای از این در واقع گناه هایی که تجربه کردی یک فرصت بسازی، یک درس بگیری و یک نقطه تحولی ایجاد کنی. مرگ: اگر میدانم روزی خواهم مرد، میتوانم از امروزم استفاده کنم. آگاهی از پایان به زندگی حریت و ارزش میبخشد. این سه نه نفرین که چالش های شریف انسانند و خوشبینی تراژیک شریفترین پاسخ به این چالش است. خب گفتیم ما به سراغ پیوست ها رفتیم و از دل پیوست ها اولین موردی که باش برخورد کردیم مورد خوشبینی تراژیک هستش. خوشبینی تراژیک رو فرانکل میگه که ما یک سگانه تراژیک اول داریم که رنج، گناه و مرگ هستش و در قبال این سگانه تراژیکی که برای زندگی هر شخصی فارغ از هر در واقع جغرافیایی و هر عصری این سه تا مورد اتفاق میفته. یعنی فرد بالاخره در یک جایی از زندگیش یک رنج رو متحمل میشه، یا یک جایی از زندگیش یک گناهی رو مرتکب میشه، یا یک جایی از زندگیش در نهایت مرگ رو در واقع تجربه میکنه. و فرانکل میگه خب این سه موردی هستن که برای ما دردآورن، رنجاورن و سوال اصلی اینه که من چجوری میتونم با وجود اینها همچنان زندگی کنم. فرانکل میگه که اولین کار باید این هستش که باور داشته باشی به اینکه زندگی در هر شرایطی معنادار هستش. و این باور داشتن به زندگی که در هر شرایطی معنادار هستش با استفاده از یک جنبه‌ای در واقع یک توانایی هست که انسان داره و اون هم توانایی تبدیل جنبه‌های منفی زندگی به دستاوردهای مثبت هستش. و از طرفی فرانکل میگه برای اینکه ما بتونیم از این توانایی استفاده کنیم باید در واقع از هر موقعیتی بهترین بهره رو ببریم. و وقتی این اتفاق رقم بخوره در نهایت این سه مورد سگانه تراژیک ما تبدیل به خوشبینی تراژیک ما میشن. اون هم به این شکل که ما رنجمون تبدیل به یک پیروزی انسانی میشه و احساس گناهمون تبدیل به یک فرصت برای بهتر شدن میشه و آگاهی نسبت به مرگمون یا ترسمون نسبت به مرگ به انگیزه‌ای برای اقدامی فوری و با ارزش تبدیل میشه. خب واژه شناسی خوشبینی تراژیک. مفهوم محوری فرانکل در این فصل خوشبینی نه به رغم تراژدی که در دل تراژدی است. این خوشبینی از جنس انکار یا فرار نیست، از جنس رویارویی و دگرگونی است. سگانه تراژیک: سه جنبه گریزناپذیر هستی انسان: رنج، گناه و مرگ. فرانکل این سه را نه عامل پوچی که عرصه‌های ظهور معنا می‌داند. رنج در معنادرمانی رنج هنگامی معنادار می شود که نگرش ما را به زندگی دگرگون کند یا فرصتی برای تحقق ارزش‌های نگرشی فراهم آورد. در معنادرمانی رنج هنگامی معنادار می شود که نگرش ما را به زندگی دگرگون کند یا فرصتی برای تحقق ارزش‌های نگرشی فراهم آورد. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم رنج تا موقعی رنج هست که من برایش معنایی نداشته باشم. به محض اینکه برای رنجمون دلیلی پیدا می‌کنیم اون رنج از بین خواهد رفت. مرگ پایان زندگی نیست، پایان فرصت است. اما دستاوردهایی که در طول زندگی به دست آورده‌ایم برای همیشه در گذشته ذخیره شده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از ما بگیرد.
آری گفتن به زندگی با وجود همه چیز عنوان یکی از کتاب‌های آلمانی فرانکل است. این جمله چکیده تمام فلسفه اوست. خب این پس بر اساس سخنرانی است که در سومین کنگره جهانی معنادرمانی ایراد کردن 1983 و کنگره جهانی معنادرمانی گردهمایی بین‌المللی متخصصان و پیروان معنادرمانی که نخستین بار در 1980 در سندیگو و سومین بار در 1983 در رگینسبورگ برگزار شد. یک دانشگاهی در ایالت بایرن آلمان. بند 3. با این حال باید به خاطر داشت که خوشبینی را نمیتوان. این بندی که از مهمترین بندهاشه. با این حال باید به خاطر داشت که خوشبینی را نمیتوان با فرمان و دستور ایجاد کرد. انسان حتی نمیتواند خود را مجبور کند که به شکلی کورکورانه و علیرغم همه شواهد و احتمالات خوشبین باشد. آنچه در مورد امید صادق است در مورد دو رکن دیگر این سگانه یعنی ایمان و عشق نیز راست می‌آید. اینها را نیز نمیتوان با دستور و فرمان به وجود آورد. توضیحات بیشتر. فرانکل در این بند یک اصل بنیادی روانشناختی را یادآوری می‌کند. احساسات اصیل انسانی را نمی‌توان با زور و اجبار تولید کرد. شما نمی‌توانید به کسی که در عمق ناامیدی فرو رفته است بگویید الان باید خوشبین باشی یا امیدوار باش. چنین دستوراتی نه تنها بی‌اثرند که اغلب نتیجه معکوس می‌دهند. فرد ناامید افزون بر رنج ناامیدی بار گناه ناتوانی در خوشبینی را نیز بر دوش می‌کشد. این مورد رو هم قبلا یک اشاره‌ای بهش کردیم. نمیدونم دقیقاً کدوم بخش بود ولی خاطرم هست که قبلا هم بهش برخورد کردیم. حالا مهم نیست. این نکته به ظاهر ساده در حقیقت پاسخی است به آن دسته از مکاتب فکری که شادی و امید را وظیفه اخلاقی فرد می‌دانند. فرانکل تاکید می‌کند که خوشبینی راستین یک تصمیم آزادانه است که از درون فرد می‌جوشد، نه پاسخی اجباری به فشارهای بیرونی یا احساس گناه. به همین سان ایمان و عشق نیز دستوری نیستند. نمی‌توان به کسی فرمان داد که باور کن یا عشق بورز. ایمان و عشق همچون خوشبینی محصول تجربه، انتخاب و معنا یافتگی اند. واژه شناسی. خوشبینی. از نگاه فرانکل خوشبینی راستی نه یک خلق و خوی زودگذر که یک جهتگیری وجودی است، پاسخی آگاهانه پرسش‌هایی که زندگی پیش می‌نهد. ایمان یا فیث. فرانکل ایمان را نیز در زمره آن پدیده‌هایی می‌داند که دستوری نیستند. ایمان راستین باور به معنای بی قید و شرط زندگی است، حتی در تاریک‌ترین لحظات. عشق نیز همچون ایمان و امید فرمانپذیر نیست. عشق رهاورد رویارویی با انسان دیگر است، نه نتیجه یک تصمیم ارادی صرف. خب پس چی شد؟ ما در مورد خوشبینی تراژیک داریم صحبت میکنیم. فرانکل از یک سگانه تراژیک صحبت میکنه: رنج، گناه و مرگ. میگه با وجود اینا ما چجوری میتونیم زندگی کنیم؟ راهکاری که فرانکل میگه که ما یک جنبه‌ای داریم و یک توانایی داریم به نام توانایی تبدیل جنبه‌های منفی زندگی به دستاورد مثبت. و برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید از هر موقعیتی بهترین بهره رو ببریم. و برای اینکه بتونیم بهترین بهره رو ببریم و به این مفهوم که ما از هر موقعیتی بهترین بهره رو ببریم میگه خوشبینی تراژیک. همونطور که اینجا هم گفته به عبارت دیگر مهم آن است که از هر موقعیت داده شده بهترین بهره را ببریم و بهترین در زبان لاتین اپتیموم خوانده می شود. از همین روز که من از خوشبینی تراژیک سخن میگویم، خوشبینی در دل تراژدی و با تکیه بر آن ظرفیت انسانی که در اوج خود میتواند و غیره. من یک مروری هم داشته باشم به
این در واقع صفحات، ببینم این صفحات چی میگن. اوکی. ابتدا باید ببینیم خوشبینی تراژیک چیست. به زبان ساده یعنی فرد حتی با وجود رویارویی با آنچه در معنا درمان سگانه تراژیک نامیده می شود خوشبین بماند. این سگانه سه جنبه گریزناپذیر و پرسش اصلی این فصل: چگونه می توان خب این فکر کنم همون است. خب آره همونه. خب پس این از مفهوم خوشبینی تراژیک که میگه ما با استفاده از این خوشبینی تراژیک، یعنی خوشبینی نسبت به این سگانه تراژیک، میتونیم رنجمون که اولین مورد از سگانه تراژیک هست رو به یک پیروزی انسانی تبدیل کنیم، احساس گناهمون رو به فرصتی برای بهتر شدن تبدیل کنیم و آگاهیمون نسبت به مرگ یا به نظر اینجا بهتر بود ترس از مرگ، ترس نسبت به مرگ رو یا ترس از مرگ رو به انگیزه‌ای برای اقدامی فوری و با ارزش تبدیل کنیم. اما از طرفی فرانکل میگه این خوشبینی تراژیک که یکی از احساسات اصیل انسان هست به اجبار به وجود نمیاد. یعنی نمیتونید به یک شخصی بگید الان شما باید خوشبین باشید، الان باید ایمان داشته باشی، یا الان باید عشق رو تجربه کنی و عاشق باشی. پس احساسات اصیل انسان به وجود نمی آیند. مثل خوشبینی، احساسات اصیل مثل خوشبینی، مثل ایمان و مثل عشق، بلکه به واسطه تجربه انتخاب معنایابی به وجود میاد. این هم از این. و ادامه: برای یک اروپایی این ویژگی فرهنگ آمریکاست که بارها و بارها به افراد دستور داده می شود که خوشحال باش. اما خوشحالی را نمی توان دنبال کرد. خوشحالی باید خود به خود پدید آید. انسان باید دلیلی برای خوشحال بودن داشته باشد. وقتی آن دلیل پیدا شد، خوشحالی به طور خودجوش و طبیعی فرا می رسد. حرف فرانکل اینه که خوشحال بودن یکی از محصولاتی هست که به واسطه در واقع دلیلی برای خوشحال بودن اتفاق میفته. یعنی ما یک مسیر رو داریم دنبال میکنیم و اگر اون مسیر درست باشه از دلش خوشحالی خارج میشه. خب وقتی آن دلیل پیدا شد، خوشحالی به طور خودجوش و طبیعی فرا میرسد. اگر یادتون باشه یک مفهومی هم قبلا گفته بودیم که یک چیزی خودش خودجوش پدید میاد و اون هم چیزی نیست جز خودتعالی وجود انسان که گفتیم خودشکوفایی اثر جانبی خودتعالی است و به تنهایی قابل دستیابی نیست. همان گونه که می‌بینیم انسان موجودی است که در پی تعقیب خوشحالی باشد. همان گونه که می‌بینیم انسان موجودی نیست که در پی تعقیب خوشحالی باشد، بلکه موجودی است که در جستجوی یافتن دلیلی است تا خوشحال شود و این دلیل در نهایت با تحقق بخشیدن به معنای بالقوه‌ای که در موقعیت کنونی او نهفته و خفته است به دست می‌آید. فرانکل در این بند یکی از ریشه‌دارترین باورهای فرهنگی مدرن را به چالش می‌کشد. این باور که هدف زندگی رسیدن به خوشبختی است و این باور را نه فقط نادرست که خود تخریبگر می‌داند. استدلال او ساده و در عین حال انقلابی است. خوشحالی یک هدف نیست، یک پیامد است، همچون گرمای بخاری که به دنبال روشن کردن آتش به دست می‌آید، نه با تعقیب مستقیم آن. گرمای بخاری یا گرما رو شما نمیتونید به دست بیارید مگر اینکه یک آتشی روشن کرده باشید. کسی که می نشیند و به گرما خیره می شود نه تنها گرم نمی شود که آتش را نیز خاموش کرده است. کسی که مستقیما خوشحالی را هدف می گیرد دقیقاً به این دلیل که آن را هدف گرفته از دست می دهد. یک جمله رو من الان خدمتتون با عرض کنم.
دقت کرده اید که آدم‌های بیخیال اغلب به هدفشان میرسند؟ دقت کرده اید که گاهی اوقات هنگامی که بیخیال چیزی بشوید همه چیز خودش جفت و جور می شود؟ این جمله از مارک منسن هستش که نویسنده کتاب‌های پرفروشی هست. اما فرانکل این حرف منسن رو در واقع یک جور دیگه یه خورده علمی‌تر بیان کرده. اونم گفته که خیلی وقتها ما دنبال یه چیزایی میریم که مسیر مشخصی یا مسیر درستی برای به دست آوردنشون وجود نداره، بلکه اونها یک محصولی از یک مسیر دیگه‌ای هستن، یک محصولی از یک فراورده دیگه‌ای هستن، یا یک محصولی از یک شیوه فراوری هستن. درست؟ انگار مثلا شما توی یک مسیری قرار میگیرین، هدفتون یه چیز دیگه‌ای هست، اما خوشحالی، شادی و خیلی از این موارد محصولاتی هستن که در این راه اضافه میشن و به وجود میان. درست؟ فرانکل تمایز ظریفی میان تعقیب خوشحالی و یافتن دلیل برای خوشحالی برقرار می‌کند. نخستین انسان را به گردابی از خودبینی و ناکامی می‌کشاند. دومین او را به سوی جهان و دیگران و معنا می‌کشاند. و آنگاه که معنا یافت شد، خوشحالی خود به خود همچون هدیه‌ای ناخوانده به سراغ انسان می‌آید. این نقد پاسخی است به اصل لذت فروید. فروید میگفت انسان به دنبال لذت است و از درد می‌گریزد. فرانکل پاسخ می‌دهد انسان به دنبال معناست. لذت محصول جانبی این جستجوی اصیل است. واژه‌شناسی خوشحالی از نظر فرانکل یک عارضه است، نه یک جوهر. نمیتوان آن را مستقیما اراده کرد، تنها میتوان شرایط بروزش را فراهم آورد. اصل لذت، مفهوم بنیادین در روانکاوی فروید که بر اساس آن رفتار انسان عمدتاً توسط جستجوی لذت و گریز از درد هدایت می شود. فرانکل این اصل را نفی نمی کند، اما آن را فروتر از اراده معطوف به معنا می نشاند. معنای بالقوه. از دید فرانکل هر موقعیتی هر چند ناچیز و ناچشمگیر دارای معنای بالقوه است که در انتظار تحقق یافتن توسط انسان است. وظیفه انسان کشف این معنا نیست، آفرینش یا تحقق آن است. خب ببینیم میشه خلاصه کرد. خب خب فرانکل دو نوع احساس رو بیان میکنه. یکی احساس اصیل انسان مثل خوشبینی، مثل ایمان، مثل عشق. از نظر فرانکل این احساسات به واسطه یک سری تجارب، انتخاب، معنایابی ایجاد میشن و این احساسات به اجبار به وجود نمیان. یعنی نمیتونی به یه نفر بگی خوشبین باش، نمیتونی به یک نفر بگی یا اجبارش کنی که ایمان داشته باشه، نمیتونی یک نفر رو مجبور کنی عاشق باشه، بلکه این عشق، ایمان، خوشبینی به واسطه یک سری تجارب، انتخاب‌ها، معنایابی‌ها رقم میخوره. حالا فرانکل یک دسته دومی از احساسات رو میگه که مثل احساسات اول نیستن، یعنی این احساسات فرعی هن. مثل احساس خوشحالی. از نظر فرانکل این دسته هم مشابه احساسات اصیل به وجود نمیان، بلکه اینها هم مثل دسته اول یعنی احساسات اصیل محصولاتی جانبی هستن، یک سری پیامدهای جانبی بای پروداکت هستن که اینها هم مانند احساسات اصیل یک عاملی میخوان برای اینکه ساخته بشن، به وجود بیان. حالا از نظر فرانکل خوشحالی که یک احساس فرعی هست خود به خود به وجود نمیاد، بلکه عاملی میخواد تا ساخته بشه، تا به وجود بیاد. این خوشحالی همونطوری گفتیم با واسطه به وجود میاد. حالا این واسطه چیزی نیست جز یک دلیل برای خوشحالی. و حالا دلیل برای خوشحالی چی میتونه باشه؟ دلیل برای خوشحالی میتونه تحقق معنای بالقوه در همین لحظه باشه. پس شما اگر میخواید خوشحال باشید، به زبان ساده تر، باید بدونید که نمیتونید بگید خب من میخوام خوشحال باشم و الان خوشحال باشید. نمیشه.
از نظر فرانکل این شکل نیست که خوشحالی رو من دنبال کنم. این شکل نیست که انگار مثلا یه قرصی بخورم خوشحال بشم. خوشحالی اصیل، خوشحالی واقعی به واسطه یک ارتباط، به واسطه یک رابط، به واسطه یک واسطه رقم میخوره و ایجاد میشه و این واسطه چیزی نیست جز دلیل و این دلیل چیزی نیست جز تحقق معنای بالقوه در همین لحظه. یعنی اگر شما میخواید خوشحال بشی باید به این فکر کنید که الان من چه کارایی رو باید انجام بدم، معناهام چیا هستن. وقتی معناهات رو انجام دادی خوشحالی به وجود میاد و ساخته میشه. میگم من الان هر کاری هم بکنم نمیتونم خوشحال باشم، درست؟ مگر اینکه مثلا پروژه‌ای که شروع کردم رو تموم کنم و بعد میگم آخیش، یا مثلا نمره خوبی بگیرم میگم آخیش راحت شدم، خوشحال شدم، یا به اون چیزی که میخواستم برسم. یا احساس میکنم اگر بخوایم یک در واقع چارچوبی رو ترسیم کنیم باید بگیم که معنا، یا اینجوری بذارید بگم که آره معنا که بعدش خوشبینی میاد، بعدش ایمان میاد، بعدش عشق میاد و بعد از اینها خوشحالی میاد. پس یک روند این شکلی داره: معنا، خوشبینی، ایمان، عشق و بعدش هم خوشحالی. خب همان گونه که میبینیم انسان موجودی نیست، اینو که گفتیم. دلیل میخوایم. بریم جلوتر، برسیم به بند 5. این نیاز به یک دلیل در پدیده دیگر که ویژه انسان است نیز دیده میشود. این نیاز به یک دلیل یعنی اینکه خوشحالی یک دلیل داره. پس اینجا میشه مثلا میگم بالفرض خنده رو هم اضافه کرد. یعنی خنده هم یک وسیله‌ای میخواد، یک آبجکتی میخواد برای اینکه محقق بشه. پس شما نمیتونید همینجوری بخندید، بلکه باید یک اتفاقی بیفته که رقم بخوره. حالا ادامه مطلب: این نیاز به یک دلیل در پدیده دیگر که ویژه انسان است نیز دیده میشود. خنده. اگر میخواهید کسی بخندد باید برای او دلیلی فراهم کنید. برای مثال یک لطیفه برایش تعریف کنید. به هیچ وجه نمیتوان با اصرار به کسی یا با اصرار او به خودش خنده‌ای واقعی را برانگیخت. یعنی شخص هر چقدر خودش هم که اصرار بکنه و بقیه اصرارش بکنن که بخنده، خنده واقعی رو نمیتونه این اتفاق در واقع به وجود بیاره. چنین کاری درست مانند این است که از افرادی که دوربین به آنها نشانه رفته است بخواهید بگویند پنیر و بعد در عکس نهایی ببینید که چهره‌هایشان در لبخندی مصنوعی و یخزده گیر افتاده است. در معنا درمانی چنین الگوی رفتاری فرانیت نامیده می شود. همون فرانیتی که ما در موردش صحبت کردیم که گفتیم شخص اصرار میکنه و اجبار میکنه که یک اتفاقی بیفته، درست؟ چون میترسید اتفاق نیفته این دفعه اصرار میکنه که اون اتفاق بیفته. این اصرار رو بهش میگفتن فرانیت و یا نیت افراطی. و وقتی در واقع توجه افراطی. آره توجه افراطی. و وقتی توجه افراطی رو انجام بده چون میترسیده که اون اتفاق رخ نده اصرار بیشتری میکنه، توجه بیشتری میکنه که اون اتفاق رخ بده و همین باعث میشه استرس بیشتری تولید بشه و در نتیجه اون اتفاق رخ نده. و در خنده هم همچین اتفاقی رقم میخوره. طرف میخواد که بخنده اما همین خواستن برای خندیدنی که فیک و واقعی نیست باعث میشه که انگار اضطراب بیشتری تولید بشه و فرد در نهایت اون چیزی که میخواد رو رقم نزنه. در معنا درمانی چنین الگوی رفتاری فرانیت نامیده می شود. این پدیده نقش مهمی در سبب سازی روانرنجوری جنسی ایفا می کند، خواه سرد مزاجی باشد یا ناتوانی جنسی. هرچه بیمار بیشتر به جای فراموش کردن خود در راه بخشیدن به دیگری، همون بازتاب‌زدایی یا انحراف توجه از آن موضوع به عنوان هدف شخصی و بازتاب به چیزی خارج از خودمون، یعنی مأموریت ویژه.
مستقیما در پی لذت جنسی باشد، این تعقیب لذت جنسی بیشتر به ناکامی می‌انجامد. در حقیقت آنچه اصل لذت نامیده می‌شود بیشتر لذت سوز است تا لذت آفرین. فرانکل با یک قیاس درخشان استدلال خود را کامل می‌کند. خنده همچون خوشحالی پاسخی خود انگیخته و صادقانه است. شما نمی‌توانید با فرمان دادن کسی را وادار به خندیدن واقعی کنید. می‌توانید شرایط را فراهم کنید، یک لطیفه بگویید، موقعیتی طنزآمیز خلق کنید. اما خود خنده باید بیاید. این آمدن را نمی‌توان با زور و اجبار تولید کرد. تمثیل عکس پنیر یکی از رساترین تصاویری است که فرانکل خلق کرده است. همه ما این تجربه را داشتیم. در عکس‌های دست جمعی عکاس میگوید پنیر و همه لبخند میزنند، اما نتیجه اغلب لبخندی است تصنعی، یخزده و بیرو. چرا؟ چون خنده را نمیتوان ساخت، میتوان آن را پذیرفت. فرانکل سپس این استدلال را به حوزه روانرنجوری جنسی میکشاند. این یکی از بحث برانگیزترین و در عین حال روشنگرایانه ترین بخش‌های نظریه اوست. او میگوید فرانیت یعنی تلاش افراطی برای رسیدن به لذت جنسی تنها به هدف نمیرساند که هدف را نابود میکند. لذت جنسی همچون خوشحالی و خنده پاسخی است که باید اتفاق بیفتد، نه نتیجه‌ای که با تعقیب مستقیم به دست آید. هرچه بیشتر به آن بیاندیشی و آن را بخواهی، از تو دورتر میشود. پس ما علاوه بر خوشحالی، خنده، لذت رو هم داریم. خوشحالی، خنده و بعد هم لذت. خب، عبارت لذت سوز یا فان اسپویلر بسیار هوشمندانه است. اصل لذت فروید که قرار بود ما را به کامروایی برساند، وقتی مستقیما هدف گرفته شود خود ویرانگر لذت می شود. این همان پارادوکس معنا درمانی است. واژه‌شناسی فرانیت پیشتر تعریف شده. اوج لذت جنسی، فرانکل تاکید می‌کند که اورگاسم یک هدف نیست، یک پیامد است. پیامد خودفراموشی در عشق ورزی. لذت سوز تعبیر فرانکل از اصل لذت هنگامی که مستقیما هدف گرفته شود. این تعبیر پارادوکس درونی روانکاوی را آشکار می‌کند. صفحه 122 بند 6. هنگامی که جستجوی انسان برای یافتن معنا به کامیابی می‌رسد، نه تنها او را خوشحال می‌کند. هنگامی که جستجوی انسان برای یافتن معنا به کامیابی می‌رسد، نه تنها او را خوشحال می‌کند، بلکه توانایی رویارویی با رنج را نیز به او می‌بخشد. و چه روی می‌دهد اگر این جستجوی معنا ناکام بماند؟ این ناکامی به آسانی می‌تواند به وضعیتی مرگبار بیانجامد. به یاد آوریم برای نمونه آنچه گاه در موقعیت‌های حدی روی می‌داد، همچون اردوگاه اسیران جنگی یا اردوگاه کار اجباری، در نخستین چنان که سربازان آمریکایی برایم بازگفتند، الگوی رفتاری تبلور یافته بود که آن را بیماری دست کشیدن می‌نامیدند. در اردوگاه‌های کار اجباری همتای این رفتار کسانی بودند که یک بامداد ساعت 5 از برخاستن و رفتن به کار سر باز می‌زدند و به جای آن در آلونک می‌ماندند و بر کاری که از ادرار و مدفوع تر شده بود، هیچ چیز، نه هشدارها و نه تهدیدها نمی‌توانست آنان را به تغییر تصمیم وادارد. و آنگاه چیزی روی می‌داد که اینک برای ما نشانه‌ای آشنا بود. آنان سیگاری را از ژرفای جیبی که در آن پنهانش کرده بودند بیرون می‌آوردند و به کشیدنش آغاز می‌کردند. در همان دم ما می‌دانستیم که در 48 ساعت آینده شاید کمتر مرگشان را به چشم خواهیم دید. جهتگیری معنا فرو پاشیده بود و در پی آن جستجوی لذت بیدرنگ جای آن را گرفته بود. قطعات پازل
حرفهای فرانکل داره کم کم جمع جور میشه و کم کم داره یک تصویر کلی برای ما میسازه. همونطور که قبلا هم گفته بود، فرانکل یک تنشی رو در واقع در ابتدا تعریف کرده بود که این تنش اگر درست مدیریت نشه دچار ناکامی میشه. همونطور که اینجا هم با دقت بر روی واژه ناکامی ایستادم. و اگر این ناکامی ادامه داشته باشه به خلأ وجودی میرسه و در اون خلأ وجودی فرد افسردگی، پرخاشگری و اعتیاد رو تجربه میکنه. و اون اعتیاد تبدیل میشه به دو نوع، یکی اعتیاد به لذت، یکی اعتیاد به قدرت. از اونجایی که توی هر شرایطی ممکنه یکی از اینا باشن یا دو تا از اینا همزمان باشن، فرد به اونی که راحت تره و سریع تره در واقع هجوم میبره. خب، توضیحات بیشتر. فرانکل در این بند یکی از تأثیرگذارترین و هشدار دهنده ترین مشاهدات خود را از اردوگاه کار اجباری بازگو می‌کند. او از بیماری دست کشیدن سخن می‌گوید، اصطلاحی که سربازان آمریکایی برای توصیف اسیرانی به کار می‌بردند که به ناگاه تسلیم می‌شدند و به هیچ مقاومتی مرگ را می‌پذیرفتند. اما نشانه این دست کشیدن چیست؟ فرانکل با دقت یک پزشک بالینی نشانه را توصیف می‌کند. سیگاری که از ته جیب بیرون آورده می‌شود. این سیگار ذخیره‌ای ارزشمند برای روز مبادا بود، نمادی از آینده‌ای که هنوز به آن امید داشتند. وقتی زندانی آن را بیرون می‌آورد و می‌کشید، دیگر آینده‌ای نمی‌دید. یعنی باور کرده بود که فردایی در کار نیست و چون فردایی نبود، امروز باید تا می‌توان لذت برد. فرانکل در این مشاهده پیوندی ناگسستنی میان معنا و زندگی را آشکار می‌کند. آنان که معنایی برای زیستن داشتند، دیدار دوباره با عزیزی، به پایان رساندن کاری، گواهی دادن به حقیقتی، تا آخرین لحظه جنگیدند. آنان که معنا را از دست دادند، سیگار را بیرون آوردند و مردند. این مشاهده بالینی تأکیدی است و تأییدی است بر آنچه فرانکل بارها گفته بود: انسان به نان تنها زنده نیست، او به دلیل زنده است و بی دلیل مرگی تدریجی اما حتمی است. خیلی جالب بود، خیلی سنگین بود واقعا. حرفای بسیار سنگینی زده میشه. واژه شناسی: بیماری دست کشیدن یا give up it is، اصطلاحی که در میان اسیران جنگی برای توصیف وضعیت کسانی به کار میرفت که ناگهان امید خود را به کلی از دست میدادند و بدون هیچ مقاومتی تن به مرگ میسپردند. فرانکل این پدیده را نشانه فروپاشی اراده معطوف به معنا میداند. جهتگیری معنا: حالتی از هستی که در آن فرد زندگی خود را دارای هدف و جهتی بالاتر می‌بیند. فقدان این جهتگیری به پوچی و مرگ تدریجی می‌انجامد. لذت بیدرنگ: هنگامی که جستجوی معنا ناکام می‌ماند، فرد به لذت‌های زودگذر و آنی پناه می‌برد، پدیده‌ای که در اعتیاد و برخی روان‌رنجوری‌ها به وضوح دیده می‌شود. خب، من ادامهش رو بخونم از یک ترجمه دیگه. وقتی جستجوی فرد برای یافتن معنا موفقیت آمیز باشد، نه تنها او را خوشحال می کند، بلکه به او توانایی مقابله با سختی ها را نیز می دهد. این رو الان بهتر میتونم درک کنم. و اگر جستجوی فرد برای یافتن معنا بیفایده باشد، چه اتفاقی می افتد؟ این می تواند به یک وضعیت مرگبار منجر شود. من فکر می‌کردم مرگبار رو اینجا داره اغراق میکنه. برای مثال بیایید به یاد آوریم که گاهی اوقات در موقعیت‌های بحرانی مانند اردوگاه اسرای جنگی یا اردوگاه‌های کار اجباری چه اتفاقی می‌افتد؟ در ابتدا همانطور که سربازان آمریکایی به من می‌گفتند، یک الگوی رفتاری متولد می‌شد که آنها آن را تسلیم شدن می‌نامیدند. در اردوگاه‌های کار اجباری این رفتار با کسانی که
که یک روز صبح از بلند شدن و رفتن به سر کار امتناع می‌ورزیدند و در عوض در کلبه روی کاه خیس از ادرار مدفوع می‌ماندند، هیچ چیز، نه هشدار و نه تهدید، نتوانست آنها را وادار به تغییر نظرشان کند. و سپس اتفاقی معمولی رخ داد. آنها سیگاری را از جیبی که در آن پنهان کرده بودند بیرون آوردند و شروع به کشیدن کردند. در آن لحظه می‌دانستیم که برای 48 ساعت آینده یا بیشتر شاهد مرگ آنها خواهیم بود. جهتگیری معنایی فروکش کرده بود و در نتیجه جستجوی لذت آنی جای آن را گرفته بود. آیا این یادآور یک تشبیه دیگر نیست؟ تشبیهی که هر روز با آن مواجه هستیم. من به آن جوانانی فکر می‌کنم که در مقیاس جهانی خود را نسل بی‌آینده می‌نامند. مطمئنا آنها فقط به سیگار متوسل نمی‌شوند، بلکه به مواد مخدر نیز روی می‌آورند. در واقع صحنه مواد مخدر که از جنبه‌های یک پدیده عمومی‌تر جمعی است، یعنی احساس بی‌معنایی ناشی از ناکامی نیازهای وجودی ما که به نوبه خود به یک پدیده جهانی در جوامع صنعتی ما تبدیل شده است. امروزه تنها معنا درمانگران نیستند که ادعا می‌کنند احساس بی‌معنایی نقش فزاینده‌ای در سبب شناسی روان رنجور ایفا می‌کند. همانطور که اروین یالوم از دانشگاه استنفورد در رواندرمانی وجودی می‌گوید، از 4 بیمار متوالی که برای درمان به یک کلینیک سرپایی روانپزشک مراجعه می‌کنند، 12 نفر 30% از 40 مشکل عمده‌ای در رابطه با معنا داشتند، طبق قضاوت خود ارزیابی‌ها، درمانگران یا قضات مستقل. هزاران مایل در شرق پال آلتو وضعیت تنها 1% تغییر می‌کند. جدیدترین آمار مربوط نشان می‌دهد که در وین 29% از جمعیت از فقدان معنا در زندگی خود شکایت دارند. خب، پس ما یک مسیر رو اینجا در واقع باید متصور بشیم. اون هم این هستش که وقتی این روند، یعنی این روند صعودی و رو به بالا رقم بخوره و فرد به دنبال احساسات اصیلش، یعنی معنای انجام کار، معنای عشق، معنای رنج و فداکاری بره، در واقع میشه گفت که این شخص یک سری احساسات فرعی رو هم که بای پروداکت هستن و ایجاد میشن به صورت ناخودآگاه رو هم در حال تجربه کردن هست، مثل احساس لذت، مثل شادی، مثل خوشحالی، مثل خنده و کلی اتفاقات خوب دیگه. اوکی؟ اما اگر فردی متاسفانه نتونه به این موضوع غلبه کنه و نتونه معناش رو بسازه، اتفاقی که میفته این هستش که این شخص به جای احساس خوشحالی، به جای احساس شادی، به جای لذت، به دنبال لذت زودگذر میره، لذت آنی. فرانکل درد امروز جوامع صنعتی رو توی این میبینه که چون هیچ آینده‌ای رو برای خودشون متصور نیستن، در نتیجه در راه پیدا کردن معناشون به بنبست و در نهایت به ناکامی برمیخورن و در نتیجه وقتی توی این ناکامی هستن نیاز دارن که خوشحال باشن، نیاز دارن که اون حالت خوب رو تجربه کنن، اما این حالت خوب دیگه از طریق راه درستش ایفا نمیشن و ایجاد نمیشن، بلکه شخص به دنبال لذت آنی میگه. و چیزی که اینجا برام جالب بود، بیماری دست کشیدن بود که فرد انگار این ناکامی وجودی وقتی رخ میده و فرد دچار خلأ وجودی میشه، دیگه توی این حالت خلأ وجودی رو یکاش شکلی هم متصور بشیم که دچار بیماری دست کشیدن میشه. این شکلی بگیم.
فرد دچار بیماری دست کشیدن میشه و این بیماری دست کشیدن یعنی فرد دیگه دست از تلاش کردن برمی‌داره. این دقیقاً همون مفهوم خلأ وجودی بود که فرانکل صحبت کرده بود. و این بیماری دست کشیدن باعث میشه فرد دچار افسردگی بشه طبیعتاً، دچار پرخاشگری بشه طبیعتاً و دچار اعتیاد هم بشه. و این اعتیاد هم میتونه همونطور که قبلا فرانکل گفته بود هم اراده معطوف به قدرت باشه و هم اراده معطوف به لذت. خب من فکر میکنم تا اینجا کفایت کنه و بله جلسات بعدی به سراغ ادامه مطلب میپردازیم. این پایان بخش 18 بود و ما در حال حاضر در خصوص خوشبینی تراژیک داریم صحبت میکنیم و یک مروری و خلاصه‌ای داشته باشیم از مطالبی که تا الان اینجا گفتیم. این هستش که فرانکل یک سگانه تراژیکی رو مطرح میکنه، رنج، گناه و مرگ، و اینه که با وجود این ستایی که توی زندگی هر شخصی و توی هر عصری و توی هر دوره‌ای رخ میدن، ما باید چه کار کنیم؟ آیا باید زندگی کنیم یا باید به آغوش مرگ بریم؟ و فرانکل میگه که ما میتونیم با این سه موضوعی که اینجا قرار دارن، نه به عنوان یک در واقع تراژدی، نه به عنوان یک درد، نه به عنوان یک مصیبت نگاه کنیم، بلکه باید به عنوان یک چالش هایی نگاه کنیم که از ما انسان قرار بسازن. و میگه برای اینکه بتونیم با وجود این سه تا مورد زندگی کنیم، سه تا موردی که برای همه ما رخ میده، ما باید به این که زندگی در هر شرایطی معنادار هست باور داشته باشیم. و برای اینکه باور داشته باشیم که زندگی در هر شرایطی معنادار هست، باید از توانایی تبدیل جنبه‌های منفی زندگی به دستاورد مثبت استفاده کنیم. یعنی ما باید از جنبه‌های منفی زندگیمون چیزای مثبتی بسازیم تا بتونیم به زندگیمون در واقع این رو بقبولونیم و باور کنیم که زندگیمون معنا داره. و از طرفی برای اینکه ما بتونیم جنبه‌های منفی زندگیمون به دستاورد مثبت تبدیل کنیم، باید از هر موقعیت بهترین استفاده رو ببریم. و به این مفهوم که باید از هر موقعیتی بهترین استفاده رو ببریم، خوشبینی تراژیک میگه. و از طرفی میگه این خوشبینی تراژیک باعث میشه که ما این رنجمون که اولین مورد از سگانه تراژیک بود به یک پیروزی انسانی تبدیل بشه. یعنی همونطور که من میخوام از جنبه‌های منفی زندگی مثل رنج، گناه و مرگ به یک دستاورد مثبت تبدیل کنم، این شکلی میتونم تبدیلش کنم که رنج رو به یک پیروزی انسانی تبدیل کنم، احساس گناه به فرصتی برای بهتر شدن، ترس از مرگ رو به انگیزه‌ای برای اقدام فوری و با ارزش. و از طرفی فرانکل میگه که اینکه ما بخوایم خوشبین باشیم و این خوشبینی تراژیک رو به وجود بیاریم، باید بدونیم که به اجبار به وجود نمیاد. حتی اگر خودمون هم که اجبار داشته باشیم که این امر به وجود بیاد، این اتفاق رقم نمیخوره. چرا؟ چون احساسات اصیل انسانی مثل خوشبینی، مثل ایمان و مثل عشق به خودی خودشون به وجود نمیان، بلکه از طریق یک واسطه‌ای رقم میخورن و این واسطه ها ممکنه تجربه باشن، ممکنه انتخاب باشن و ممکنه معنایابی باشن. یعنی شما به واسطه تجربه یک بالفرض دینی متوجه میشی که اون دین چقدر خوبه و به اون دین ایمان میاری، یا شما به واسطه تجربه یک برهه خوب با یک شخص متوجه میشی که شما عاشق اون شخص شدید، و یا شما با تجربه این که میشه از دل بالفرض اتفاقات مثل رنج، مثل در واقع شاید مثل رنج، مثل شکست به یک پیروزی نگاه کنیم، متوجه میشید که یعنی شما اگر تجربه کنید که چجوری رنج رو به یک پیروزی انسانی تبدیل کنید، دچار خوشبینی میشید. و پس اینها در واقع تجربه، انتخاب، معنایابی که فکر میکنم به جای اینکه سه تا باشن یک دونه هستن، منتها پشت سر هم در واقع اتفاق میفتن. انتخاب، بعدش تجربه و بعدش معنایابی. و اینها به واسطه در واقع اینها باعث میشن که
خوشبینی، ایمان و عشق به وجود بیان. حالا فرانکل یک سری احساسات اصیل رو گفت، مثل همین خوشبینی، ایمان و عشق، و یک سری احساسات فرعی هستن. حالا فرعی واژه مناسبی نیست، اما واژه دیگه نمیتونم براش پیدا کنم. یک سری احساسات دیگری هستند که اونها هم به خودی خودشون به وجود نمیان. یعنی خوشحالی، خنده و لذت و غیره نمیشه به وجود بیان، نمیشه دنبالشون کرد و بهشون رسید، بلکه اینها هم به واسطه یک چیز دیگه ای رخ میدن و اون واسطه چیزی نیست جز دلیل. شما یک دلیلی باید داشته باشید تا خوشحال باشید، یک دلیلی باید داشته باشید تا بخندید، یک دلیلی باید داشته باشید تا لذت واقعی رو ببرید. فرانکل میگه اون دلیل در واقع همون معنای بالقوه‌ای هستش که شما در لحظه حال انجام میدید. پس من الان باید ببینم چه معناهایی رو میتونم انجام بدم، اما قبل از اون باید ببینم چه طیف مسئولیتی دارم. اوکی؟ پس اگر بخوام یک مسیری بدم، این هستش که من الان باید ببینم چه مسئولیت‌هایی دارم. بعد از اینکه دیدم چه مسئولیت‌هایی دارم، باید ببینم چه معناهای بالقوه‌ای در انتظارم هست و چه معناهای بالقوه‌ای رو دارم. و بعد از این باید ببینم من چه کارهایی و چه معناهای بالقوه‌ای رو در حال حاضر میتونم به بالفعل تبدیل بکنم. و وقتی من اینها رو تبدیل کردم و کارم رو انجام دادم، احساس خوشحالی رو دارم، احساس خنده رو دارم و احساس لذت رو هم دارم. خب این در واقع بحث امروز ما. امیدوارم که ازش استفاده کنی، بتونی درکش کنی و بتونی به کار بگیریش. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش و خدا نگهدار.